بچه‌ها، اومدم بهتون یاد دادن چطوری کبوتر داخل ماینکرافت داشته باشید و بقیه پرندگان. بذارید تا براتون اون برنامه رو بیارم بهتون نشون بدم چی کار بکنید. اینی که دارم بهتون نشون میدم، برید این رو نصب کنید. داخل بازارم دارش، داخل گوگل پلی هم دارش. اگه داخل گوگل پلی نصبش کنید خب خیلی بهتره. نگاه این کنید، الان براتون میرم داخلش. من الان رفتم داخلش. اینو قبلا داشتیم، میاد این کلمه رو سرچ میکنید. این کلمه اینو که سرچ کردید، من چون زودتر دانلودش کرده بودم، یعنی اینو که دانلود کرده بودم، این همه پرندگان داخلش. نگاه کنید، دلفین، نهنگ و هر چی بخواید.